التماس میکنم ویدیو را پخش کنه صاحبشون بیاورین. السلام علیکم دوستان عزیز، شما بخیر. خواهش میکنم ویدیو فوری است التماس ویدیو را پهن کنید تا آخر تماشا کنید. یک دسه برادر تاجیک و یک خواهر تاجیک یعنی که در درنی شهر یارسلاو آواریا کردیم. بچه‌ها در پیشونن، بچه‌های تاجیک نمیدونن کیا زنگ زنن، صاحباشو کی هستن. ما را به خاطر خدا همین ویدیو کردیم، پرتوبتیم صورتاشو هستن. التماس این رقمای هم بچه‌هایی که در پیش مردن با دعیا سوم التماس نپرتوی پروس صاحباش ویدیو را پاک کنه، صاحباشو یاب شون برام به این لله و انا الیه راجعون. خداوند صبر بده اهل بیتشون. خیر از ما خواهش میکنن، ما را به خاطر خدا همین کار دست میاد ان شاء الله که چی میگن شهید شدگیم برای همچنین که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر یک نفری که در غریبی هست اگر که اهل نماز باشه، اهل تقوا باشه، با نماز باشه، یعنی کسی که پروردگار میگه همه پای بداره در شهر غریبی، این حکم شهید داره ان شاء الله. خداوند رحمت و مغفرت کنه با اهل بیتش صبر جمیل. التماس ویدیو را پاک کنه، صاحباشون برسن برون مردوهای فرزنداش را بگیرن. خداوند صبر بده، از من خفه نشه. این وظیفه من همچی یک شهروند تاجیکستان، همچی یک برادر مسلمان که با شما برسونم که همین بیاوان شو. خدا نگهدار. السلام علیکم. سلام علیکم اکای بابا جان. همجا آواریا شدگه سه تا بر تاجیکان، یک تاش و دیتل بچه تاجیکایو، دو تا زنک همه التماس صاحباشون رفتن در کو. یک تاش اون، دو تاش اون، سه تاش اینا نمره ماشین همه را بکنه بیاوه.